واروخ کنون بزرگتر از یک جماعت است. آن محوری جماعت و پیوند ملت است. جماعت به معنای جمعیت هم است، نمیگیم که نماز جماعت. واروخ کنون بزرگتر از یک جماعت است. آن محوری جماعت و پیوند ملت است. هم چار کوه نیز دیگر چار کوه نیست. آن سنگری بلندی شکوه و شهامت است. امروز هیچ خواجه و حاجی و حجتش بر خاک پای خواجه اعلی نمی رسد. آنجا برای خاک وطن جان سپردند. این است آن غرور که گاها نمی رسد. این مردمی عزیز به خونی عزیز خیش بر ملتی بزرگ توانی دوباره داد. این مردمی عزیز به خونی عزیز خیش بر وحدتی بزرگ تکانی دوباره داد. گر پیشتر برای هوا و غذای پاک می آمدن به اسفره بهر سیاحتش، امروز آن مدینه بیت المقدس است. اکنون روم برای طواف و زیارتش. واروخ کنون بزرگتر از یک جماعت است. آن محوری جماعت و پیوندی ملت است. هم چار کوه نیز دیگر چار کوه نیست. آن سنگری بلندی شکوه و شهامت.